اللهم انت ربی لا اله الا انت، که این را دعای سید الاستغفار شما میگویند. دعای سید الاستغفار، زیرا که در داخل این دعا تمام چیزها جمع شدگی است: توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسما و صفات. و همچنین این بهترین از دعاها هست، فضایل زیاد دارد این دعا. و ترجمه اش چنین است که اللهم انت ربی، ای بار اله تو پروردگار من هستی. ربی پروردگار من هستی یا تربیتگری من هستی. لا اله الا انت، نیست معبودی بر حق مگر تو ای الله سبحانه و تعالی. غیر از الله تبارک و تعالی دیگر معبودی بر حق وجود ندارد. فقط الله هست که شایسته و سزاوار عبادت هست. خلقتنی و انا عبدک، خلقتنی یعنی ای بار اله تو مرا خلق کردگی هستی، تو مرا به وجود آوردی. و انا عبدک، و من بنده تو هستم، و من بنده تو هستم ای الله تبارک و تعالی. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت، و انا علی عهدک یعنی که من پایبند هستم بر همون عهد تو، عهدی که کردگی بودیم ای الله تبارک و تعالی، به همون عهد پایبند هستم. اینجا اشاره به همون سوره اعراف است، والله اعلم، که الستو بربکم قالوا بلا شهیدنا، گفته ارواح بگیم روحای ما و شما جواب دادگی بود، یعنی عهد و پیمان میثاق گرفتگی بود الله سبحانه و تعالی. همون زمان که جواب دادگی بودن روحای ما و شما که الله گفت الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، گفتن بله. خلاصه همین آیت در اشاره هست. و انا علی عهدک یعنی من با عهد تو هستم، یعنی همون عهدی که بستگی بدیم که ای الله تو پروردگار ما هستی، تو معبودی بر حق ما هستی، من به همون عهدم پایبند هستم. یعنی حالا هم میگم که پروردگار تو معبودی بر حق من هستی. و انا علی عهدک اشاره به همون آیه سوره اعراف است. و وعدک یعنی که من همچنین با وعده تو هم هستم. وعده الله سبحانه و تعالی چی است؟ وعده الله سبحانه و تعالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که الله سبحانه و تعالی گفتگی است که هر کسی که عبادت کند الله را و شریکی در بر الله نآورد، الله تبارک و تعالی اون کس را داخل جنت میگرداند. انا همین وعده الله است. عبادت کن الله را بدون شرک آوردن، الله تو را داخل جنت میگرداند. این و وعدی که یعنی که انا همون وعده الله سبحانه و تعالی که عبادت کردنش بدون شرک ما و شما را داخل جنت میگرداند. و وعدی که ما استطعتو یعنی آن چیزی را که استطاعت شد دارم، یعنی عهد و پیمان بستگی بدم که پروردگار تو پروردگار من هستی و من تو را عبادت میکنم و از حرام کرده ها دور میباشم و به حلال کرده ها نزدیک میشوم و خلاصه این چیزایی که گفتگی بودم اینها را میگم ما استطعتو، به اندازه استطاعتم کوشش میکنم، چی قدری که میتوانم انجام میدهم. یعنی هر چی قدر زورم برسه، هر چی قدر تواناییم باشه، ما استطعتو یعنی آن چیزی را که استطاعت داشته باشم همون را انجام میتونم ای الله سبحانه و تعالی. اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ یعنی پناه طلب میکنم، بک به توی الله تبارک و تعالی، من شر ما صنعت از بدی آن چیزی که انجام دادم من، من شری یعنی از بدی آن چیزی که صنعت انجام دادم من، یعنی از گناه و معصیت و نافرمانی و سرکشی که ای الله من انجام میدهم، دانسته و نادانسته و سهوا و خطاً
که از من سر میزند این کمبودی ها، ای الله من پناه طلب میکنم به تو از بدی هایش. بدی های این سرکشی و نافرمانی و گناه و معصیت چی است؟ بدی هایش انسان را ضرر دنیایی و اخروی دارد. هم در دنیا ضرر دارد گناه و معصیت، انسان سببی کم شدن رزقش می شود، سببی به نور گشتن انسان می شود و سببی رحم از بالاش برداشته می شود که الله تبارک و تعالی با انسان رحم نمی کند و در روز قیامت سببی نفرین الله قرار می گیرد و سبب می شود که به نفرین الله، در نفرین الله قرار می گیرد و همچنین سبب می شود که الله سبحانه و تعالی عذابش می کند، الله سبحانه و تعالی عتابش می کند. پس این بدی های گناه و معصیت و سرکشی ها هست. برای همین که اعوذ بک من شر ما صنعت، یعنی پناه طلب می کنم به توی الله از بدی آنچه که انجام دادم. ابوء لک بنعمتک علی، ابوء یعنی که اعترفو، یعنی اعتراف میکنم، قائل هستم. با لهجه تاجیکی ساده بگیریم قائل هستم یا با کله میگیرم. ابوء لک بنعمتک، یعنی اعتراف میکنم به تو، قائل میشوم در نزد تو ای الله، بنعمتک علی، به نعمت هایی که بالای من داری. یعنی من قائل هستم، به گردن میگیرم ای الله که تو نعمت های زیاد بالای من داری. نعمت ها خیلی زیاد هست، نعمت های الله سبحانه و تعالی بالای بندهش، از نعمت ریست دادن و از نعمت دست و پا و زبانی گویا و چشم بینا و گوش شنوا و دست و پای برابر و از همه همین نعمت ها، از همه نعمت بزرگش ایمان، که از همه همین نعمت ها ای الله من اعتراف میکنم که این نعمت های تو از بالای من ده. و ابوء بذنبی فاغفر لی، و ابوء بذنبی یعنی اعتراف میکنم ای الله به گناهانم، یعنی گناهانم رو اعتراف میکنم ای الله، به گردن میگیرم ای الله که من گناه کردم، گاه وقت دانسته و نادانسته سرکشی کردم، سهو و خطا کردم. ابوء بذنبی، اعتراف میکنم گناهانم را. فاغفر لی، پس ببخش من را ای الله. فاغفر لی، پس مرا مورد مغفرتت قرار بده ای الله. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پس هر آینه نمی بخشد گناهان را مگر این که تو. یعنی که یگان کسی بخشیده نمیتواند گناه را به جز الله، فقط الله یگانه است که بخشنده گناه است. پس ای الله من را ببخش. خب این است خلاصه ترجمه این اذکار سحر و بیگه یا همون سید الاستغفار. ترجمه مختصرش همین است. اکنون گفتیم در اینجا فضایل زیاد دارد و چیزهای زیاد در بر میگیرد، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. خب اللهم انت ربی لا اله الا انت، انت ربی، ای الله تو پروردگار من هستی، تربیتگری من هستی. این توحید ربوبیت است. لا اله الا انت، این توحید الوهیت است، نیست معبود بر حق بجز تو. خلقتنی، این توحید ربوبیت است. و انا عبدک، و من بنده تو هستم، این اعترافی بندگی از جانب ما هست. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت، یعنی این یادآوری با اون عهد و پیمانی که با الله بسته بود، روحای ما و شما، اصل ما و شما عهد و پیمان بستگی بود. این یادآوری با اون چیز هست که الله یاد ما هست اون، و همچنین یادآوری کردن یا با یاد آوردن اون وعده الله هست که الله وعده ده، ما کوشش کرده ایم که اجراش بکنیم که تو را عبادت کنیم بدون شرک آوردن تا اینکه داخل جنت شویم. ما استطاعتو، چطوری که میتوانم. پس اینجا قدرت ما، توانایی ما
ضعف بودنش معلوم می شد. یعنی که من همه چیزای گفتم رو، وعده داده و عهد و پیمان بستم رو انجام داده شاید نتوانم، به قدر استطاعتم کوشش میکنم، هر چی قدر توانستم مستطاعت. این اعتراف به بگیم ضعف از جانب ما و شما بودن هست، یا اعتراف به قدرت ناکامل داشتنمون هست. اعوذ بک من شر ما صنعت، این هم همچنین اعتراف به گناه سر زدن هست که بله گناه از جانب ما سر میزند. ابو لک بنعمتک علی، اعتراف به نعمت های الله سبحانه و تعالی بالای ما و شما هست که ما و شما گناه و معصیت میکنیم، یا بالای سر ما و شما نعمت های زیاد یا الله هست. و ابو بذنبی، این اعتراف به گناه هست که الله ما اعتراف میکنیم که گناهگار هستیم و گناه میکنیم. فاغفر لی، پس ما را ببخش. پس در اینجا در توحید اسماء و صفات است، یعنی فاغفر لی، پس ما را ببخش. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، اینجا در همچنین توحید اسماء و صفات است، یعنی که صفت الله سبحانه و تعالی که بخشنده است و آمرزنده گناهان هست. و این هست خلاصه این دعای سید الاستغفار. بارک الله فیک و جزاک الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.